این کته با گوشت و سبزیجات از اون طعمایی که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنی. یک کته در کنارش با این ترکیب گوشت و سبزیجات یه طعم بهشتی بهت میده. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. یه تیکه راسته گوساله رو برداشتم، حدود 500 گرم. فقط بهش نمک میزنیم، هم سمت رو و هم سمت پشتش. حالا تاوامو برمیدارم و اجازه میدم کاملا گرم بشه. یه مقدار خیلی کم بهش روغن اسپری میکنم و بعد گوشتمو هر دو طرفشو داخل تابه گریل میکنم. دقت داشته باشید قصد نداریم گوشتمون کاملا بپزیم، فقط میخوایم روش گریل بشه و طعم اسموکی به خودش بگیره. تا گوشتمون آماده بشه یه پیاز درشت رو خلال نازک خورد میکنم. حالا هویج‌ها رو هم طبق تصویر اول اسلایسشون میکنم، اونها رو هم خلال خوردشون میکنم. نگم از طعم و عطر این غذا براتون. وقتی یه طرف گوشتم کاملا گریل شد، طرف بعدیشو برمیگردونم. وقتی هر دو طرف کاملا پخت و به این شکل گریل شد، از تابه جداش میکنم. داخل همون تابه اول پیازهامو میریزم و بعد همزمان هویجم رو. 50 گرم کره میندازم و اینا رو حسایی با هم 10 دقیقه تفتشون میدم. دو تا فلفل کاپی شیرین، شما یا دوست داشتید از تند استفاده کنید، بهش اضافه میکنم. 2 دقیقه تفت میدم. آب میریزم 1 پیمانه و درشو میذارم. تو این فاصله گوشتم رو از وسط نصف میکنم. برای من ضخیم هستش. از وسط برش میزنم و گوشت ها رو هم به شکل نواری یا خلال برش میزنم. یک گوشت آبدار با یه طعم لذیذ. بچه آموزش کته رو تو 2 تا ویدیوی قبل براتون گذاشتم، اما اگه بازم اشکال داشتید نگران نباشید. 2 تا آموزش کته هم در راه هست که به طور کامل مجددا توضیح خواهم داد. حالا گوشت‌ها رو به سبزیجاتمون اضافه می‌کنیم. موقع اضافه کردن ادویه است. یه قاشق چایخوری پر ادویه گوشت اضافه می‌کنم، یه قاشق چایخوری پر پودر انبه و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه. با هم ترکیبشون می‌کنم و در آخر یه قاشق غذاخوری سویا سس رقیق. وقتی با هم خوب مخلوط شدن در تابه رو میبندم و مدت 40 دقیقه با شعله کم اجازه پخت میدم و در نهایت داخل ظرف سرو میکشم و طبق سلیقه خودتون سروش کنید. دوست گلم اگر خوشت اومد ممنون میشم سابسکرایب کنید. با لایک کامنتت نظرتو به هم بگو. من پرویز هستم و خوشحالم از آشنایی با شما. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.